به نام خدا. زیبا رفیعی هستم از استان ایلام، شهرستان آبدانان، روستای چمکبود. من با وجود اینکه لیسانس حسابداری داشتم، بعد یه مدت تو خونه بیکار بودم. بعد شرایط روستامون هم کار نبود که کاری برام پیدا بشه اینا. بعد نه شرکتی داشتیم نه جایی بود که اونجا مشغول بشم. بعد تصمیم گرفتم که یه مغازه بذارم. بعد خدا رو شکر با وجود این وام بنیاد ایفا تونستم یه وام بگیرم. بعد شروع به کسب کار کنم، اونم تو شهرستان خودمون. بعد هرچند که الان رفت آمد میکنم، اما باز خدا رو شکر راضیم. دست همه دستندرکاران این بنیاد درد نکنه.